درود بر شما. توی این ویدیو تمام تلاشم اینه که توی 2-3 دقیقه این مطالب رو بگم. من کیم، سابقه کاری من چیه، یوتیوب چیه، به درد چه کسایی میخوره و چطور در ایران ازش درآمد بگیریم صحبت کنیم. من علیرضا محتشم هستم، مهندس عمران هستم، عضو نظاممندی بابل هستم، 55 سال سنمه و پروانه من از 12 300 14 15 میتونید سرچ کنید. و اینکه میخوام بگم که سابقه کاری من، اصلا رزومه کاری من اینجا خدمت شما هستم چیه. من یه دونه پیج اینستاگرام دارم، سالهاست توی حوزه آموزش یوتیوب و اینستاگرام دارم آموزش میدم و یکی از کارهایی که من باعث بکنم اینه اینجا بزنم خدمت شما، بیام خدمت شما بگم که اینستاگرام منه. این اینستاگرام منه. توی اینستاگرام نزدیک 360 70 80 هزار تا عزیز توی این اینستاگرام من کلا آموزش یوتیوب دارم. 380 هزار تا فالوور دارم و اینجا دارم تماما آموزش یوتیوب میدم. توی تهران کلاس حضوری دارم، توی بابل کلاس حضوری دارم، در بوشهر کلاس حضوری دارم و الان به این نتیجه رسیدم که چرا بچهای همشهری خودم، استان خودم، از بابل گرفته تون کابون گرفته نتونن از این فرصت استفاده کنن. و اما یوتیوب چیه و چرا به درد میخوره؟ یوتیوب یه فرصتی هست که الان 20 سال دنیا گذاشته برای اینکه هر کسی توی یوتیوب ویدیو بذاره و 2-3 تا شرط رو بگیره، شرایطش رو بگیره، قوانینش رو بدونه که اینا تو آموزش همیشه گفته میشه، بتونه ازش درآمد دلاری بگیره. یوتیوب روش تبلیغات میذاره، خودش به ما ربطی نداره و از تبلیغ کننده ها پولی میگیره و بر اساس یه بیس و الگویی به اینایی که تبلیغات رو کانالشون میذاره بهشون درآمد میده. من توی کانال یوتیوبی خودم این کار رو الان دارم انجام میدم. خودم همین کانال یوتیوب دارم و الان شما اگر بنویسید توی یوتیوب باز کنید، بنویسید یوتیوب کده، چه سر هم چه با فاصله، این کانال من میاد اینجا. ببینید این کانال منه. توی کانال من مشخصه که این کانال منه و من اینجا محتوای آموزشی میذارم و ازش درآمد میگیرم. درآمدها توی ایران چه جوریه؟ ربطی به تحریما داره؟ نه، هیچ ربطی به تحریما نداره و 20 ساله داره این کار. چرا تا حالا ناشناخته بوده؟ توی 3-4 سال اخیر که اینستاگرام رو فیلتر کردن، مردم مجبور شدن فیلتر شکن بخرن، گفتن خیلی خوب پس چرا توی یوتیوب کار نکنیم؟ چون خیلی سال پیش بر اینستاگرام اینا باز بود ولی یوتیوب باز نبود. یوتیوب حتما باز با فیلتر شکن میرفتی و کسی اقدام نمیکرد، نمیدیدش. دنیا میدیدن، توی ایران کسی نمیتونست این کارو بکنه. پس وقتی من الان اینجا علامت‌های دلار رو ببینید، من دارم ازش درآمد میگیرم و ماهانه حداقلش $1000 درآمد ماهانه رو دارم. چطوری نقدش میکنن؟ توی ایران یه عالمه شرکت هستن، توی همین ایران شما بهشون وصل میشید، اجازه دسترسی میدید، اینا درآمد شما رو نقد میکنن، یه پورسانتی میگیرن ماه به ماه، سر ماه برای من 8 به حسابی که من خودم بهش میدم واریز میکنن. حالا دلم میخواد کیف و پول و ولد و اینا بدم، تتر برای من معادلش میزنن، نشد دقیقاً دلار روز 7 و 8 هر برج رو حساب میکنن چقدره و عیناً اونو معادل ریالیشو برای من واریز میکنن، به حساب بانک مسکن من واریز میکنن. و اما اینه که پس چرا به درد میخوره؟ چون درآمد دلاری داره، چون هر ماه میتونی شما درآمد ماهانه داشته باشی. هرچی بیشتر فعالیت کنی، بیشتر رشد میکنی، درآمد تو بیشتر میشه. بیشترین درآمدی که توی ایران الان داره از یوتیوب میگیره ماهی $100,000. $100,000. 2 تا جوون هستن اهوازی که کار انیمیشن اینا میکنن، 5-6 تا کانال دارن. خوبیش اینه که برای هر کانال که به شرایطش برسه پول و داشبورد جدا بهش میده. نگاه کنید، من اینجا رو یه چیزی خدمتتون نشون بدم. این داشبورد و کارتابل من، هر کسی که به درآمد میرسه یا کانال میزنه یه کارتابلی داره برای خودش. توی داشبورد کانال من ببینید، من الان این مقدار سال منه، این اندازه درآمد 28 روز گذشته منه. خب توی درآمد 28 روز گذشته من میخوام بهتون نشون بدم. ببینید لطفاً، ببینید. من میتونم اینو زومش کنم، زوم نمیشه. $1117 اینجا میبینید، $1117 درآمد 28 روز گذشته منه و 8 به 8 هر برج من درآمداشو میگیرم. حالا شما فرض کنید این درآمدی که الان دارم اینجا بهتون میگم توی 5-6 ماه گذشته دائم اینا همین درآمدایی است که برای من زدن. میبینید اینا از کم زیاد همینجوری دارم. ماه قبل $870 داشتم و همینجوری هی هر ماه که ویدیو میذارم به اندازه ویدیویی که میذارم به من درآمد میده. بریم ببینیم به درد چه کسایی میخوره. یوتیوب به هر کسی که بتونه قواعدش و شرایطش رو که تو آموزش یاد میگیره بذاره بهش درآمد میده. اصلا ربطی به نداره که من کامپیوتر هستم یا حسابداری هستم. شما میتونید از کار تراشکاری بذاری، از مکانیکی، صافکاری، بدنسازی، حسابدار هستی، آموزش حسابداری میذاری، کامپیوتر آموزش کامپیوتر میذاری، ایده‌های روستایی داری، توی اشیاء تو روستا داری زندگی میکنی، از ویدیوهات میذاری و طیف بسیار وسیع. آقا طیف بسیار وسیع، همه میتونن توی این آموزش شرکت کنن و برای خودشون کانال بزنن و داریم.
کانال های زیادی رو ما داریم که در یوتیوب دارن درآمد میگیرن. من امیدوارم بتونم اینو بیارم خدمتتون تا ببینید. این الان کانال یوتیوبه، من اینجا رو میزنم که بهتون نشون بدم که چطوری میشه که ما یه دونه کانال مشکل دار نداشته باشیم و این کانال از قهوه، این کانال از انیمیشن، کانال های توسعه فردی، کانال سنتور داره آموزش سنتور میده. من همینجوری برم بالا، ببینید این آموزش یوتیوبه، این تو به باورات تبدیل میشی، انگیزشی و توسعه فردی هست، کانال آموزش یوتیوبه. همه هر کسی که بتونه ویدیو بگیره بذاره یوتیوب، شرایطش بگیره، یوتیوب بهش درآمد میده. و اما اینکه چطور در ایران درآمد بگیریم که توضیح دادم، شرکتاش هستن تو ایران و عیناً بر اساس درآمدی که خود یوتیوب در کارت تابلت میزنه شما میتونید. این چرا من استقبال میکنم، چرا دوست دارم الان این ویدیو رو گرفتم در خدمتتون؟ برای اینکه توی این اوضاع شرایط فعلی این در واقع کسب و کار، هم کسب و کار درآمد دلاری هست، هم ارز وارد کشور میکنه، هم عرف هست قبول میکنه، هم شهر تاییدش میکنه، هم به اقتصاد کشور کمک میکنه، هم به جوانای ما، به خود ما که دائم در فکر این هستیم که درآمد بهتری داشته باشیم، اجازه میده یه درآمد دلاری وارد بشه. نه شانسی هست، نه تموم میشه، نه فصلی هست، نه اینجوری مثلا سرچی هست، نه نیاز به یه سرمایه داره، سرمایهش یه آموزشه و یه دونه موبایله. همین، فقط یاد بگیره و شروع کنه به ویدیو تولید کردن. عاشقتونم، امیدوارم که اجازه بدید این کلاس ها برگزار بشه، هم اساتید هم دانشجوها بتونن ازش استفاده کنن.